از همین الان آماده شیم تا با این کرپ خوشمزه به استقبال شب یلدا بریم. برای درست کردن این کرپ خوشمزه باید اول بریم سراغ مایه کرپ. یه عدد تخم مرغ داریم که به ظرفمون انتقال میدیم و به اندازه 1 پنس هم بهش نمک اضافه میکنم. تخم مرغ رو با همزن دستی هم میزنم. وقتی که سفیده و زرده تخم مرغ اول با هم مخلوط شد، تخم مرغ دوم رو هم بهش اضافه میکنم. یک لیوان شیر که از قبل به دمای محیط رسیده رو هم به تخم مرغ ها اضافه میکنم. مخلوط میکنم مجددا تا مواد با هم ترکیب بشن. سه قاشق غذاخوری هم بهش روغن مایع اضافه میکنم. برای حمایت از کانال من لایک و سابسکرایب یادتون نره. برای رنگ کرپ میتونید از رنگ‌های خوراکی متنوعی که توی بازار هست استفاده بکنید یا مثل من از آب لبو استفاده کنید. حالا برای پررنگ‌تر شدن رنگ بیشتر و برای کم رنگ‌تر شدن رنگ کرپتون میتونید کمتر استفاده بکنید از آب لبو یا حتی میتونید اصلا بهش هیچ رنگی اضافه نکنید. در آخر هم بهش 1 لیوان آرد اضافه میکنم و مخلوط میکنم. مرحله مخلوط کردن رو اونقدر ادامه میدم تا هیچ دوندونی از آرد داخل مایه کرپ هم وجود نداشته باشه. حالا برای اینکه خیالم راحت بشه که مواد صافتر باشه و اینکه هیچ اثری از آردهای اضافی و دوندونشون باقی نمونه، مواد تخم مرغیم رو از داخل صافی رد میکنم. دقیقا موادم باید به این شکل و غلظت در بیاد. اگر که آرد زیاد باشه و یا حتی کم باشه ایرادی توی کارتون هست، چون آرد زیاد باعث میشه که کرپتون حجم بیشتری پیدا کنه و شکننده تر بشه. برای مواد میانی شما میتونید بسته به سلیقتون از هر چیزی که دوست دارید داخل کرپ قرار بدید که من به سلیقه خودم از جعفری و کالباس استفاده کردم. جعفری ها رو دقیقاً به این شکل ریز خورد میکنم و بعد کالباس رو هم به شکل مربعی برش میزنم. وقتی مایه کرپم به مدت 10 الی 15 دقیقه استراحت کرد، به مقدار خیلی کم روغن داخل تابه میریزم و کاملا داخل تابه پخشش میکنم. حالا 1 ملعقه از مایه‌ام رو داخل تابه میریزم و به همین شکلی که میبینید خیلی آروم داخل تابه پخشش میکنم تا یک کرپ خیلی نازک به دست بیاد. مراقب باشید که این کار رو خیلی آروم انجام بدید. وقتی طرف اول کرپ به این شکل در اومد، کرپ رو برمیگردونم و سمت دیگرش رو هم اجازه میدم تا کاملا بپزه. فقط مراقب باشید که کرپاتون نسوزن. این روند رو تا زمانی که مایه کرپم تموم بشه ادامه میدم.
سمت کرپ رو به عنوان داخل کرپ انتخاب کردم و یک مقدار از سس مایونز رو به داخل کرپ می‌ریزم و کاملا به همه سطوح کرپ پخشش میکنم. مقداری کالباس داخلش قرار میدم و بعد هم جعفری روش می‌ریزم. حالا به آرومی کرپ رو رول میکنم. سعی کنید این کار رو خیلی آروم و با ملایمت انجام بدید تا کرپ ها نشکنند. بقیه کرپ ها رو هم دقیقاً به همین شکل ادامه میدم. بعد از اینکه کرپ ها آماده شد اجازه بدید به مدت 1 الی 2 ساعت کرپ ها داخل یخچال بمونن تا کاملا مواد و طعمشون به خورد هم برن و بعد میتونید میل کنید. در آخر هم با چاقو به این شکلی که میبینید به صورت کج کج برش میزنم. نگم از طعمش که واقعا به این دستور آسونی انتظار این همه خوشمزگی رو ازش نداشتم. نوش جونتون.